راستش سرپرست سگ بودن تو ایران اصلا آسون نیست، به 1001 دلیل، از جمله اینکه هیچ قانونی از سرپرست سگ حمایت نمیکنه. فرهنگ غالب جامعه همچنان زندگی با سگ خانواده رو نپذیرفته و اغلب رفتار فانتزی تلقیش میکنه، بعضا حتی رفتاری کثیف یا احمقانه. هزینه‌های سلامت و ملزومات سگ خیلی بالاست. خونه هامون اغلب آپارتمانی و پر از مشاعات، مثل راپله، مثل آسانسور، مثل پشت بوم و کریدور. زندگیامون اغلب پرکار و شلوغه و وقت خیلی کمی رو میتونیم برای سگامون بذاریم. متخصصین واقعی و خوب هم سلامت و هم تربیت سگ هم کمن هم سخت پیدا میشه. خیلی موقع‌ها حتی خانواده‌های درجه یک خودمون که سرپرست سگیم پذیرای سگای خونگیمون نیستن. امکانات رفت و آمد، پانسیون و خصوصا سفر با سگامون خیلی کمه. با این همه دردسر و مصیبت، اگر شما سرپرست سگین، دمتون گرم.